در کمال آرامش جیل و فندق، این دو برادر مهربون، کنار هم خوابیدن. واقعا آرامش و زیبایی که این دوتا دارن ای داد. ببینید چقدر قشنگ کنار هم خوابیدن. دیگه میگم آرامش که این دوتا دارن گفتنی نیست. بله، جای گرم نرمی هم پیدا کرده. فندق سرش رو گذاشته روی شکم جیلی برادر مهربونش. این دوتا اینجا گرفتن خوابیدن، غذاشون هم خوردن و اینجوری قشنگ در کنار هم خوابیدن. اما این داداش پول داره که وضعش خیلی خوبه، اینجاست. فن این جکی باید اینجا روی صندلی کنار بخاری بخوابه. جای خوب، هتل مجانی، هتل 5 ستاره گرفته خوابیده. بله، یه واکنش هم نشون میده و این دوتا زبان بسته که اینجا